احتمالاً شما هم کلمه موبیلیتی رو زیاد شنیده باشید ولی ندونید دقیقاً یعنی چی. موبیلیتی یعنی توانایی و قابلیت مفصل توی بالاترین حد ممکن خودش توی تمامی حرکت‌ها. اگر موبیلیتی بدن شما پایین باشه احتمالاً تو کارهای روزمره‌تون دچار مشکل میشید یا اگر سنتون بالا بره دچار شکستگی مفاصل میشید. حالا من توی این پست بهتون میخوام چند تا حرکت بگم مربوط به موبیلیتی لگد. اول میخوام که دستا به سمت عقب باشه، شونه ها کاملا پایین باشه، جفت پاها رو تو زاویه 90 درجه قرار بدیم و پاها رو از همدیگه دور بکنیم. حالا همینجا میخوام که پاهامو جاهاشو عوض بکنم. برای اجرا کردن حرکت دوم میخوام دوباره تو همون وضعیت 90 در 90 قرار بگیرید و یکی از پاها رو از روی زمین جدا کنید و دوباره روی زمین قرارش بدید. حرکت سوم میخوام توی وضعیت استوگراس اسکوات قرار بگیرید. توی این حالت زانوها رو تا جایی که میتونید بدید به سمت بیرون و همینجا سینه رو یه مقدار نزدیک زمین کنید و دوباره برگردید بالا.